با سلام خدمت آقای آرش کمانگر که دعوت تلویزیون برابری رو برای انجام این گفتگو پذیرفتند. شروع سال تحصیلی نگرانی‌های بسیاری رو برای خانواده‌ها، دانش آموزان و معلمین همراه داره. می‌خواستیم ارزیابی شما رو بشنویم که معلمین، دانش آموزان، اولیای اونها در همین شروع سال تحصیلی با چه مشکلاتی مواجه هستند و اصولاً سیستم آموزش و پرورش ما از چه مشکلاتی رنج میبره. با سلام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. همونطور که اشاره کردید که با آغاز سال تحصیلی جدید در واقع میشه گفت یکی از بزرگترین قشرهای اجتماعی ایران یک حیات تازه‌ای رو آغاز میکنن، یا که مثلا طبق آمار خود رژیم حدود 14 میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی و راهنمای تحصیلی دبیرستان مشغول تحصیل هستند. منتها این در شرایطیه که جمعیت جوانان و کودکانی که بین 6 سال تا 18 سال هستن، یعنی جمعیتی که انتظار میره باید جاشون تو مدرسه باشه یا تو دبستان یا دبیرستان، از 20 میلیون تجاوز میکنه. یعنی این نشون میده که حداقل حدود بیش از 6 میلیون کودک و نوجوان ایرانی الان در مدرسه نیستن. اینها یا کلا بی سواد هستن، یعنی هیچگاه پا به مدرسه نداشتن، یا اینکه بعد از چند سال مدرسه رو رها کردن به دلایل مختلف که مهمترین دلیلش میشه دو تا دلیل عمدتاً میشه گفت اقتصادی هست. از یک طرف فقر این کودکان هست، اینا متعلق به کودکانی هستن متعلق به خانواده‌های توحیدست و زحمتکش. خانواده هاشون نیاز داره که مثلا حداقل بعد از سنین 10 سالگی 11 سالگی نیاز داره به کار این کودکان و درآمد ناچیز اونها. در نتیجه این باعث میشه که خلاصه خانواده های توانایی این که این فرزندانشون رو بفرستن به مدرسه نداشته باشن و ناگزیرن که از نیروی کار اونها و درآمد اونها استفاده بکنن. این یک فاجعه است برای هر جامعه مدنی در دنیای مدرن، چون حتی شما به ابتدایی‌ترین میثاق‌های بین‌المللی هم رجوع بکنید، حق آموزش رو یکی از حقوق ابتدایی انسان امروزی میدونن. بنابراین این میلیون ها کودک به صرف فقر خانواده هاشون قادر نیستن اصطلاحاً در محیط درس و کلاس باشن. یک دلیل دیگه این هست که به خصوص در سنین که پا به دبیرستان میذارن رخ میده، و اینکه کودک جوان به اصطلاح نوجوان ایرانی داره میبینه که آموزش علم در ایران اصلا کاملا بی‌ارزش شده. یک زمانی مثلا در قدیم‌ها وقتی با کارگرها و زحمتکشا روبرو میشدید، همیشه این توصیه رو میکردن، میگفتن بچه جون اگه میخوای مثل ما حنبالی نکنی برو درس بخون. الان مثلی که برعکس شده، یعنی جوان ایرانی میبینه که وقتی جوی چشمش هست که صدها هزار حتی فارغ التحصیل دانشگاه ها، اونها که حتی لیسانس دارن فوق لیسانس دارن، بیکارن، یا اگر کاری هم دارن شغلی هم دارن، شغلشون هیچ ارتباطی با اون تخصصی که به اصطلاح آموختن نداره. رژیم مثلا به خودش میباله که مثلا 60% دانشگاه های دخترها تشکیل میدن، که البته این ربطی به زحمت خود رژیم نداره، به علاقه و عشق خود دختران ایران ربط داره. ولی واقعیت اینه که این دختران وقتی فارغ التحصیل میشن عملا اکثرشون کاری پیدا نمیکنن. یعنی این 60% دانشجویان دانشگاه ها که دختران عملا کار پیدا نمیکنن. طبق آمار خود رژیم درصد زنان شاغل در شهرهای ایران بین 10 تا 12% هست. یعنی چیزی حدود 88 تا 90% زنان شهری بیکار هستن و تحت عنوان خانه‌دار مثلا دسته‌بندی میشن. برای کودک و نوجوان ایرانی میبینه که اگه درس بخونه
حتی اگرم دبیرستان دیپلم هم بگیره، حتی اگر وارد دانشگاه هم بشه، عملا در این وضعیت بحران اقتصادی در ایران، در این بلبشویی که وجود داره، نخواهد تونست خودش رو رشد بده. در نتیجه فکر میکنه که اگه زودتر وارد بازار کار بشه، مثلا شاید بهتر بتونه گلیم خودش از آب بکشه بیرون. کلی از این عملا جلوی چشمش هم هست دیگه. به هر حال انبوه این آقازاده ها میبینی که مثلا یک شبه میلیاردر میشن از طریق همین وارد شدن در بورس بازی و تجارت و واردات و صادرات و بساز و بفروش و بورس سازی و غیره و ذالک. یعنی ظاهرا اون توصیه‌ای که میشد همیشه تو انشاهای مدارس که آیا علم خوبه یا ثروت، دانش آموز عملا جلوی چشمش میبینه که آموختن علم انگار مثلا تشخیصی ازش نداره و باید در پی مثلا ثروته که حرف اول رو که جامعه میزنه. در این مجموعه مسائل باعث شده که بیش از 6 میلیون کودک و نوجوان ایرانی اکنون تو مدارس نباشن یا به کلی بیسواد باشن یا بعد از چند سال مدرسه رو رها کنن. این یکی از معضلات بزرگ هست. بعد اونهایی هم که اون 14 میلیون هم که الان در مدارس هستن، خودشون با معضلات عدیده‌ای روبرو هستن. یک معضل بزرگ اینه که 1/3 مدارس ایران دو شیفته هستند. یعنی دقیقاً در شهرها، به خصوص شهرهای بزرگ، به دلیلی که جمهوری اسلامی در این 3 دهه عملاً اقدام زیادی برای بهسازی و نوسازی و ایجاد مدارس جدید به خصوص شهرها انجام نداده، خیلی از مدارس در ایران، میشه گفت بیش از 30,000 مدرسه در ایران به صورت دو شیفته و برخی جاها حتی 3 شیفته دارن به اصطلاح کار میکنن. و بعد کلاس ها به خصوص در مناطق زحمتکش نشین جنوب شهر مثلا تهران و غیره با تراکم بیش از حد روبرو هست. و بعد این مدارس خیلی راحت توسط مثلا صاحبانشون، یعنی اونا صاحبان اون ساختمون ها و زمین ها که دولت از اونها اجاره کرده، با یک حکم قضایی میان چیکار میکنن؟ این مدارس رو میگیرن. مدرسه‌ای که مثلا در یه محله 10 سال جا افتاده بود و محل آموزش کودکان مثلا اون منطقه بود، یک مرتبه با یک حکم قضایی بسته میشه و کودک باید بره مثلا کیلومترها در منطقه دیگری اونجا امکان تحصیل پیدا بکنه. و بعد خود این مسائلی که ما میبینیم، مثلا یک موضوع دیگه اینه که معلمین که حدود 700,000 معلم در مدارس ایران تدریس میکنن، اینا من اون چند صد هزار نفری که در بخش اداری آموزش پرورش و مدیریت و لوجستیکی کار میکنن، اونا رو نمیگم، 700,000 نفر سر کلاس به تدریس مشغولن. اینا به دلیل حقوق ناچیزی که دریافت میکنن ناگزیرند به شغل‌های وارد به اصطلاح شغل دوم سومی داشته باشن و این روح و جسم و روان اینها رو فرسوده میکنه و معلم دیگه اون توانایی و انرژی لازمی که باید تو کلاس ها بتونه بذاره نیست. یعنی واقعیت اینه که معلم اگر از خودش خونه داشته باشه و اگر همسر شاغل نباشه، واقعا در منطقه زیر خط فقر خواهد بود. یعنی با حقوق 200,000 تازه معلم مثلا بعد از 20 سال سابقه، مثلا یک معلم مدرسه راهنمای تحصیلی بعد از 20 سال سابقه ممکنه مثلا حقوقش به 300,000 برسه. تصور بکن یک معلم با خانواده و اگر از خودش خونه نداشته باشه در یک شهر چجوری میتونه با این حقوق ناچیز به اصطلاح چیکار بکنه؟ زندگی بکنه. در اینجا کیفیت تحصیل به مراتب پایین اومده. معلم اون انرژی که باید بتونه بذاره نمیذاره. بعد دولت در این میان داره چیکار میکنه؟ تشویق میکنه برای اینکه از زیر بار مسئولیت خارج بشه، تشویق میکنه سرمایه‌دارا و بخش خصوصی رو که بیان به اصطلاح چیکار بکنن؟ مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی ایجاد بکنن و اینا. و معضلاتی از این دست که فراوان وجود داره دیگه. بعد این یک بخش دیگه که اصلا خود معضل رژیم هست، به مسابقه یک رژیمی که استبدادی هست، یک رژیمی که مذهبی هست و این فشار مضاعفی رو ایجاد میکنه. یعنی دانش آموز در
دانش آموزان در ایران